تا حالا شده حس کنین زندگیتون انگار روی حالت تعلیق مونده؟ انگار منتظر یه اتفاق بزرگین تا زندگی واقعیتون بالاخره شروع بشه؟ امروز میخوایم بریم سراغ یه کتاب فوق‌العاده مهم به اسم نوجوان ابدی از ماری لوئیس فون فرانس که یکی از نزدیکترین همکاران کارل یونگ بوده. این کتاب یکی از رایج‌ترین نوروزها یا مشکلات روانی دنیای مدرن رو کالبدشکافی میکنه. مشکلی که شاید خیلیامون کم و بیش باش درگیریم. پس با من همراه باشید. این سوال رو یه لحظه از خودتون بپرسید. واقعاً حس می‌کنید زندگی واقعیتون هنوز شروع نشده؟ انگار همیشه توی یه اتاق انتظار نشستین و منتظرین شماره‌تون رو بخونن. فون فرانس به این حالت میگه زندگی موقتی. یعنی هر کاری که می‌کنیم، هر رابطه‌ای که داریم، هر تصمیمی که می‌گیریم، انگار فقط یه تمرینه، یه پیش‌نویسه و داستان اصلی هنوز مونده. این حس دقیقاً دروازه ورود ما به دنیای کهن‌الگوی نوجوان ابدیه. خب، این حسی که ازش حرف میزنیم یه اسم علمی هم داره، پوئر اترنوس، یا به فارسی پسر ابدی. این یه اصطلاح لاتینه که از دل اسطوره ها میاد، در مورد خدایان جوانی که هیچ وقت پیر نمیشن. اما توی روانشناسی یونگی این اصطلاح برای توصیف یک فرد بالغ به کار میره که از نظر عاطفی و روانی توی دوران نوجوانی گیر کرده. فون فرانس تأکید میکنه که این فقط خامی و بی‌تجربگی نیست، بلکه یک گره روانی عمیقه که جلوی رشد فرد رو میگیره. خب، حالا ببینیم این نوجوان ابدی دقیقاً چه ویژگی‌هایی داره. یادتون باشه که این یه الگوی پیچیده است. اینطور نیست که بگیم یه چیز کاملاً منفیه. اتفاقاً هم جنبه‌های مثبت و درخشانی داره و هم جنبه‌های منفی و واقعاً ویرانگر. بیاید با هم دقیق‌تر بشناسیمش. اصلی ترین و شاید بارزترین ویژگی نوجوان ابدی یه ترس عمیق و فلج کننده از تعهده. اون همیشه یه پاش بیرون دره. فرقی نمیکنه تو محیط کار باشه یا تو روابط عاطفی. از هر چیزی که بوی دائمی بودن، محدودیت یا به دام افتادن بده فرار میکنه. برای اون تعهد مثل یه قفسه که جلوی بی‌نهایت احتمالات و پتانسیل‌های آیندهش رو میگیره. اما نکته واقعاً جالب اینجاست. این کهن الگو مثل یه سکه دو رو داره. یه روی الهی و درخشان و یه روی تاریک و مخرب. برای اینکه عمق این مشکل رو بفهمیم باید هر دو روی این سکه رو به خوبی بشناسیم. این جدول این دوگانگی رو خیلی خوب نشون میده. ببینید در سمت مثبت که بهش میگیم ایز کودک، ما با خلاقیت بی‌نظیر، ایده‌های نو، کاریزما و یه انرژی جوانی فوق‌العاده روبرو هستیم. پتانسیل قهرمانی هم حتی درش هست. اما در سمت منفی یعنی کودک مرد، همون ویژگی‌ها تبدیل میشن به خیال پردازی‌های غیرواقعی، کمالگرایی فلج کننده، فرار از تعهد و بی‌مسئولیتی. تراژدی واقعی دقیقاً همینه، یه دنیا پتانسیل و استعداد که هیچ وقت روی زمین واقعی پیاده نمیشه و به ثمر نمیشینه. خب حتما الان میپرسید ریشه این مشکل کجاست؟ چرا یه نفر اینطوری میشه؟ فون فرانس با قاطعیت انگوش روی یک عامل اصلی میذاره. یک نیروی روانی بسیار قدرتمند که بهش میگه عقده مادر. این استعاره فون فرانس واقعا نوبغامیزه. تصور کنید عقده مادر مثل نیروی جاذبه یک سیاره بزرگه. این جاذبه فرد رو توی مدار امن و آشنایی کودکی نگه میداره و اجازه نمیده که به سرعت گریز لازم برای پرتاب شدن به دنیای بزرگسالی و استقلال برسه. جالب اینجاست که فرقی هم نمیکنه مادر بیش از حد حمایتگر و نگهدار کننده بوده یا از نظر عاطفی سرد و دور. در هر دو حالت این پیوند حل نشده جلوی پرواز فرد رو میگیره. 3 عامل اصلی این عقده و این جاذبه رو قوی تر میکنن. اول، یه مادر بیش از حد مهربون و فداکار که ناخودآگاه نمیخواد پسرش ازش جدا بشه. دوم، برعکس، یه مادر غایب یا سرد که باعث میشه پسرش تمام عمرش رو دنبال یه مادر ایدئال توی دیگران بگرده. و عامل سوم که خیلی هم مهمه، یه پدر ضعیف یا غایبه که نتونسته نقش پل بین دنیای امن خونه و دنیای واقعی بیرون رو برای پسرش بازی کنه. در واقع این مشکل اغلب نتیجه شکست هر دو اصل پدری و مادریه. حالا برای اینکه این مفهوم انتزاعی کاملا ملموس بشه، فون فرانس یه کار شگفت‌انگیز میکنه. اون یکی از محبوبترین و ظاهراً معصومانه‌ترین داستان‌های جهان رو تحلیل میکنه. از نظر اون، شاهزاده کوچولو یک داستان دلنشین نیست، بلکه یک داستان هشدار دهنده درباره یک شکست روانیه.
از دید فون فرانس، داستان شازده کوچولو اصلاً یه قصه ساده برای بچه‌ها نیست، بلکه فرافکنی ناخودآگاه مشکلات روانی خود نویسنده، یعنی آنتوان د سنت اگزوپریه. شازده کوچولو در واقع خود نویسنده است، یا بهتره بگم اون بخش از روانشه که هیچ وقت رشد نکرده و از روبرو شدن با واقعیت‌های سخت و زمینی زندگی وحشت داره. اون تصویر قدرتمند اول کتاب رو یادتونه؟ مار بوایی که یک فیل رو قورت داده. فون فرانس این نقاشی رو نمادی از مادر بلعنده تفسیر میکنه. اون مار نماد ناخودآگاه قدرتمند و مادرانه‌ایه که تهدید میکنه من آگاه یا همون ایگوی فرد رو در خودش غرق و خفه کنه. این همون جنبه ترسناک و تاریک عقده مادره. و حالا میرسیم به تحلیل تکان دهنده فون فرانس از پایان داستان. اون معتقد مرگ شازده کوچولو با نیش مار یه بازگشت جادویی و زیبا به سیارش نیست. این یک شکست روانیه، یک عقبگرد کامل به دنیای کودکی. اون مار نماد همون نیروی ناخودآگاه و مادرانه است که در نهایت شازده کوچولو رو تسلیم میکنه و اون رو از دنیای واقعی میبلعه و به دنیای فانتزی و امن خودش برمیگردونه. پس تراژدی نهایی اینه: شازده کوچولو در فرود آمدن بر زمین شکست میخوره. اون وظیفه دشوار زندگی کردن یک زندگی واقعی با همه نقص‌ها و سختی‌هاش رو رها میکنه تا به سیاره خیالی و کوچیک خودش برگرده. این یعنی شکست در تجسم یافتن، یعنی ناتوانی در پذیرفتن یک زندگی واقعی و زمینی. خب، بعد از این تشخیص دقیق و شاید کمی تلخ، آیا راه حلی هم وجود داره؟ بله، خوشبختانه وجود داره. اما اصلا راه حل ساده و راحتی نیست. فرانس یک مسیر دگرگون کننده اما سخت رو معرفی میکنه که هسته اصلیش پذیرش چیزیه که بهش میگه رنج آگاهانه. مسیر بهبودی 3 قدم اساسی داره. قدم اول که فرانس میگه از همه چیز مهمتره، تعهد به یک کار دشواره. هر کاری، حتی یک کار خسته کننده و معمولی، که فرد رو مجبور کنه روی زمین بمونه و مسئولیت قبول کنه و کار رو به آخر برسونه. قدم دوم روبرو شدن با سایه است، یعنی فعال کردن کهن‌الگوی پیرمرد یا سنکس در درون که نماد نظم، انضباط و ساختاره. و قدم سوم پذیرش آگاهانه رنج، یعنی انتخاب کردن درد رشد به جای درد بی‌معنی راکد موندن. نکته حیاتی دقیقاً همینه. نوجوان ابدی همین الان هم داره رنج میکشه. رنجی منفعلانه از یک زندگی نزیسته که مثل اضطراب و افسردگی و پوچی خودشو نشون میده. این رنج مثل یه زهره. راه حل اینه که این زهر رو به دارو تبدیل کنیم. یعنی رنج منفعل رو به رنج آگاهانه تبدیل کنیم. درد فعال ساختن یک زندگی واقعی، درد انضباط، درد فداکاری و درد غم‌انگیز رها کردن هزاران امکان خیالی برای چسبیدن به یک واقعیت. این رنج آگاهانه مثل یک دارو عمل میکنه و فرایند درمان رو شروع میکنه. و در نهایت تمام این تحلیل عمیق به یک سوال اساسی و شخصی میرسه. این سوال قلب مشکل نوجوان ابدی و راه حل اونه. آیا شما حاضرید بهشت امکانهای بی‌نهایت خیالی رو فدا کنید تا بتونید یک زندگی واقعی با تمام محدودیت‌ها، نقص‌ها و البته زیبایی‌هاش رو بسازید؟ این سوالیه که فون فرانس از تک تک ما میپرسه و جوابش مسیر زندگی ما رو مشخص میکنه.